مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. مادرم هستی تو چون تاجی سرم، در ایمانی تو هستی یارم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری در گوهی درم. میرم از موی سفیدت مادرم، زنده باش ای نوری در گوهی درم. مادرم 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 مادرم. با دو چشم خیره بین نور کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. موج مویهای سفیدت از سفیدی ای دل است، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. السلام علیکم بیننده های ما، تماشابینان عزیز. من امروز باز همراه شما وا میخوریم با برنامه تبریکاتی شهنام در کانال یوتیوب. و البته در هر کجای دنیا که هستید خود را احتیاط کنید، صحت سلامت باشد. امروز ما در دهه آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن یکی از آن جان ها، مادر عزیز و غمخوار مطلوبانه را در جشن زادروزشان تبریک میگویم. از نام نبیره های عزیز، از نام فرزندان مهربان، آن لحظه های خورسندی را همراهی شمایان و هم میبینیم. با ما باشید و البته ما آغاز میکنیم. رفتیم. خودمان آمدیم. السلام علیکم مادران عزیز، مهمانان عالی قدر. سلام میرسانیم بهر هر یکی شما عزیزان. امروز در این خاندان در دهه عزیزمان یک روز خرسندی است. مادر عزیز، مادر غمخوار مهربان امروز مطلوبانه جشن زادروز دارند. البته به نظام تکلیف میکنیم. مطلوبانه جشن زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگویم. سورپریز بود یا گفتادن می نبیره ها؟ سورپریز بود. اصلا این خورسندی است برای ما که ایان نمیکنن. الان خیلی سورپریز شود اگر زور می شود. البته مطلوبانه جشن زادروز مبارک. حاضر دور بینم. اگر من راستی نمیدونم سین و سال زن را پرسیدن از روی آداب نیست. میگویم 17 ساله و 18 ساله. چند بدر آمدید شما؟ 18 گویدن کو؟ البته 18 سالش نگردید. من این کاشانه زیبا که با همراهی شادروان پدر عزیزی خاندان استاد معلم احمد جانف این کاشانه های زیبا را برپا کرده. در این کاشانه ها فرزندهای عزیز و مهربان را
با یک مهنت حلال با وای رساندید. خودتان باشد یکی از آن دختران سبکدست آهلیک از آنجا به نفقه برآمدید. البته خدا کند که عمرتان دراز باشد. امروز شما را از نام فرزندان عزیز، از نام نبیره های شیرین تبریک میگوییم. حاضر همه‌شان یک جای گفتند که برای ما مهربانترین انسان، خاکسار، مصلحتچی، دعاگوی، توی کنیم، تنتنه کنیم، زادروز کنیم اگر پیشکه دسترخوان ما. همیشه دعا میکنند، دعاهایشان مستجاب است. چرا که پیر خاندان ما هستند، فرشته ما هستند. برایشان چقدر سخن گویم کم است، برایشان چقدر نیتهای خود را رسانیم کم است. خدا کند که عمر بردوامی بابای عزیزمان را برای آنجان مهربانمان رسانند. البته آنجانمان بعد از نفقه برآمدنم به خانه نمیشینند، فقط در خدمت خلق هستند. روزهای خرسندی، توی و مراسم ها به همیشه فعال هستند. هیچ وقت خسته نشوند، هیچ وقت مانده نباشند و کسل نشوند. برای آنجانم رسانید که ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم، هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. صرف حیات من شد، صرف نشاط من شد، صرف نجات من شد هر صبح و شام مادر. صدها عروس دلبند، صدها نکوی فرزند، هم قدر هیچ نبود بر یک پیام مادر. امروز مطلوب خدا شما را از نام کلینتان که در مسافرت هستند، از نام دخترتان که در شهری در دولت برادری جمهوری تاجیکستان هستند تبریک میگویم. گفتند که امروز از منم دیده مهربانتر، نزدیکتر، خوشبختتر خواهرانم و دادر من است. چرا که در روز مولود مادرم آغوش میکنند. از آن بویهای جنتیشان، از آن رویهای پر از نورشان بهره‌مند میشوند. آنها خوشبخت هستند. نیتهای مرا رسانید که یاد کردم وطنم، مادرم، مادر مهربان و غمخوارم. هم خیلی یکمی مرد بود، همین اولین روزی بهار بود. پدرم که از مکتب می آمدن، یک خاندانمان پرفیض بود. مادرم، پدرم پیشکی خاندان، خیشان و اقربان، نزدیکان گرد دسترخوان ما باشد فرزندان در خدمت بودیم. البته آن روزها را یاد کردم و غنیمت بود است. خدا کند که مادرم هیچ وقت پیر نشوند، همیشه صحت سلامت باشند، حاجیانش در سر ما ساق و سلامت گردند. برای همین گل ثبت خاندان ما یک گلدسته زیبا را تیار کردیم. میخواهیم پیشکش کنیم که خودشان گل خاندان ما هستند. مرحمت برای آنجانشان میسپاریم گلدسته زیبا را. مرحمت. مبارک باشد. بهره‌مندان برای تمام مردم، برای تمام روی دنیا، از همه کتاب قیمت‌ترین که با نام کتاب قرآن است. برای شما همچون تحفه کتاب قرآن را هدیه آوردیم، برایتان پیشکش می‌کنیم. مرحمت. مبارک باشد. روز مبارک. امروز روز خرسندی است. بنا دیاتون مانندی که اکیزک ها دوگانه ها شده گشتید، مانندی نمی آنها شما باید منم خیلی به حج ها رفتن نصیب کند. هم خیلی روزهای خرسندی به حج آشی ها کرده، باز آماده شما تبریک کردن ما نصیب کند. حاجیانه یک تخشیر که دعا میکنیم. معلمه کلاس نمی السلام علیکم مهمانای اکرامی. همین خواندنام به همین خواهرک من الهی کم پیری به دولت شود، حضور حلوتی بچه کاش بینند، عمره که درازی بیدردی بینند، حضور حلوت نیوره و ایوره چهوره هاش بینند، اصلا کم نشود، مول شوند که کم نشوند. یافتگی کاشون فقط روزکای نیبت یکا بخرج خرجات کنند. عمری درازی بیدردی دیدن، حضور حلوت نیوره کاش بینند. مهنت کرد، جفا کشید، همه کار کرد، دستش همه کار آمد.
حضورا که بچه کش بینده کن بعد از مهنت که کرد راحتش در پیریگرش بینده لای کم ساق سلامت گردد. من میخواهم که همه وقت ساق سلامت باشدیم من پیشتم بماند من پیش نرودیم خودش احتیاط کند بچه کاش همه وقت پیشتش هستن لیکن خودش جداییم اینجیق خودش نگاه نمیکند دکتر با نمیرد که من جمع کنم دکتر برم لیکن نمیرد دکتر بر او کال گفتیم که خانه با بچه ها این تو اون تو کتی گرزندگی خیلی میلش الهی کم خدا عمری دراز دید قوت حضرت علیت دید اینا کم الهی کم حج برفتن بر نصیب کنه به قطار پیرکا به قطار حاجیانه ها حاجیانه شده بیاد الهی کم حضور حلاوت بچه کا شدیند همه کاتان هم بچه کام الهی کم حضور حلاوت دنیا بینتون خدا کاتان یلچی یاری کنیتون شما هم اصل دستی کم روزی بدن نبینیتون حسین جان سر بچه شو سر چقه شو حضور حلاوت پدر و مادر تا عزت و حرمت کدن حضور تیا بینن الهی کمونایم همه کاتونم بچه کم ساق سلامت گردیتون دولت ما یا تینج کند آسمان ما یا مصفا کند شایشی کاری بچه کایت یاد الهی کم همه وقت ساق سلامت گردیتون خوش آمده تا نوری دیدم تاج سرم آمین و رب العالمین بلا خیر الناصرین برحمت کیا ارحم الراحمین ساق سلامت باشید. هزار رحمت تشکر میگویم. اکنون به نزد امروزه آنجانی عزیز صاحب جشن تارت را نزدیکتر می‌بیاریم. مهمانان اعتبار میدیم که در حقیقت تارتشان 18 ساله است. یک جای نزدیکتر می‌بینیم دختران نازنین را اگر همینجا باشند فیروز نمک را تکلیف می‌کنیم. به آن خانم مرحمت و دینایتی نزدیکتر می‌ستیم. یک جای شیرین رو می‌کنیم. مرحمت نزدیکتر استادیوم شما. مبارک باشه. اینا مطلوب بخونم نزدیک ایستادم. کلاسکوم صنف شما علامه خط شمعی ما یا سردار دختران می معلمان نگیر معلم آسانه یک تا تکلیف کنیم که راهبر صنف را السلام علیکم. اما خیشو تورو خداینده ها کیلونا نبیره ابیره ها حسین جان همراهی دوستانت خوش آمده همتون خونتونی خالم و خوندانی دادرک عزیزم فیاض‌الدین و
من امروز روز تولد خودم خالیکای من هر دیاشون هم الهیم ساخت سلامت باشن همه یکم من امینا باریم عمری دراز بینیم حضور حلاوتی دنیاوی حضور حلاوتی نیبرام نبینیم الهیم خالیکم ساخت باشن خدا من هم رسونه عیزی همینا این خالی من هم سینفم هم دوگونم هم سرداشم هم نازبردارم هم بیم یکوش دوگونم از اون جنگ کمی سرگی دوگونم الهی خالیکم ساخت سلامت باشن اکو دیگری ها نمیدونم براسی من یک شکنم خورم من به همراه در کار یک سیر میگفتگی در کار یک ناز میبرداشتگی لیسان برسیم در کار الهی خالیکم ساخت سلامت باشن حضور حلاوتی انمی ایوره های بینن حضور حلاوتی پیازی دینن بچه هاشو کلیناشو بینن الهی ساخت باشن سلامت باشن هیچ وقت کسل نشون همه وقت یشک کنن تا دنیا بودنه باشن خورم رحمت تشکر میگیم مبارک باشد مطلوب خالم چند سال شد نفقه برآمدگیتان با 32 سال شدن چند پول از پنسیه میگیریم انا حاضر من پرسیدم سبب است موبایل انا میخواد نبیره ها با فضلدین تیار یک تا من گوید که منم تیار شدم تا سر کنم گفته فضلدین تیار است نه خدا خواهد اگر تعیین کردن همین سال تا تیرامه با یک تا توی شده میخواند آن باز روزهای خورسندی شود شما تبریک کردن گیریم خیلی تمام میکنم این سال بعد از اون درسته در آمدگی شد حاضر نبینید از دانکش هم مغزش شیرین میگن شما انسانی بای ایرو نبیره و ابیره های بینید امنو همه آنها شما میخواهند تبریک گوین یک تو یک تا نیت های نیک رو رسونن میدانید می چند تا بلی باشونه؟ نه ایوارو یک گلا خدا باشکر سانشان نیست زیاد شوند مرحبا آنها تبریک میکنیم صد بدره آنا کلام وقتی ما با ساق سلامت شوه صد بدره تبریک میکنیم شما من گدایم من گدا بر یک دعای مادرم من گدایم من گدا بر الله‌های مادرم در بهاران بلبلان چون نغمه پردازی کنم من چو بلبل می سرایم به نوای مادرم آنها تبریک میکنیم صد بدره آنها کلام تبریک میکنیم صد بدره آنا کلام تبریک کردم صد بدره آنا جانون جلتون دلده سدا پویده چو بازمیده هم سلده یخ چین کسیز بکنه تون آنا جانون جلتون آتا جانون جلتون مالندیز شیرت هم میخونیمی؟ Лисы золотые падают, летят, лисы золотые училаются, много на дорожках лисы золотых, мы букет хороший делаем из них, мы букет поставим посреди стола, очень золотая, почти к нам пришла. Молодец, Она Джон табрик мекнем шоя. Фрашкой Марта, мамушка, ты же наша явушка, я тебя люблю, дай скоро аню. مطلوبانه من نبیره ها تبریک کردن کنی مادرشان هم تبریک میکنن می نمی نبیره های تکلیف کنیم کنی نبیره ها کنی نیت های نیک رو شنویم گریختن هم باشم خیلی نباشد نوبت رو برعکس بازی دهیم یک جای رقصیدن خورسندی کرده امروز شادیانه رو با یک درجه اعلی میگذارونیم مطلوبانه رقص بازی یک جا میگذارونیم بیرون بمی امروز یکم روزی بهار خوش رفتیم
بچه کدویش گیرا کیسا اینی وای زد نسوهایمی تیمان برو روشن این زره آی شما بهت وای همه بچه یوش کده بیو خزه یو وقتی که بشمون نمیشه خزه موزیکای بلند کنن اینجا بکنه موزیکای بلند کنن اینجا بیا اینجا سور میکنه یه ینگم رو جاتون نمیشونم یا برداشته بیره چکار چایی نه نمیشونم خزه خزه
Onamolo, برای او 81 بار دور گیا. Onamolo po همه که دیگه عمر تیا. اما وقت سلامت باشن. بخور گردن. کلن تویو، نبرد تویو، ایورد تویو، شیورد تویو بینن. فقط روزه نامشون کنیشه. آزار هم کنی. دیشاشو شما. Onamolo فقط سلامت گیره. Sence var bir iki toz etmeme var. Hadi amcam. Hayır. موسیقی باشی نبارو نظم نباره مولی هم ویدیوی پیشتره میبینیم که پیشتره زنده هم تو ویدیو میبینم هم تو استانوفکا ده اما معلوم ده بار میرم بلی سایماکا اصلا گیتنده گوزه سیگار o tutuşunu güzel Ben hamile gibi ama ben bakmış da koyayım. Bir baştan bu işi kalan koymaya gireyim. ne gördüm ben onu to buraya da video. Tony Johnny, petit tavuk, kudan doğa. Bu bir böyle kursandı. Her yakından da seni solayı kalınba bir hemen takdim kardeşim. Hasta diye badanmadan falan. Benim şıkkı yıktım kudayı sarvardı var. Umarım ne oldu da umarım ne oldu. Hatta yani bir başka o ne var o. Bak kalama taraf. Geldi. Söyleyeyim ne var ya bilen. Şivara nok şivan. Matleti ama adam. Onun peki Allah boşan. Şimdi geç kadar tarafı var adam kaptanıyım kamat ya. Fakat rozayı ne oldu bilen. Beyler de beygam geldi. Hemen onları boyundım ba. Umarım ne yapalım ne yapalım. Kelini tartıyor şavat kelini yapıyorum. Anemi olam anemi gel harbar şavan. Onun da anemi gel. Salamat. Anemi kadar davro başlıyor. Ama avroyu bir dakika damla aklı görüp ama vak şuat başlıyor. Anemi odam bir diyan anemi kapartam da badino var. Olam bir diyan anemi partam da badino var. Bilayım avrodan şuat başlar. Yoksa açanak şavan. Ölçün fakat şuat başlar. Madat kanat muamma. Fakat rozayı kurtulandı. Hak salameti falan var. Hem anam kadar seni torba salameti anam fayda para kurakırı nasıl kartı. Abdullah Kova. Var agar. Var doza boca boca kalkan. Ulan şehir ne? Ya sen de gel dolar gel çarpın ne şeyde. Hani bak ne göreceğim ben. Ama böyle Ona abaçagi in avlod kate. خوردیم اون آیتی میگه همین چیز با عادت کرده خیلی اکن حاضر خدا خلا میگم شما آیتی میگم حاضر کرده خدا عمری دراز کیا مالات عمامه دختر شونده مالات عمامه میگفته می آدم آیتی میگفته اون یک دورم خششون بودن خشی نزدیک بودن اوایل من این آدمیزاد کلون زنگیره اولاد کلون زنگ میگیره دیگه دور میشه لیکن سبب دوتا یوش کردی من مامان با نزدیک شده دو اولاد گشته با نزدیک شده همین خاندان با فقط فیض و برکت یوشو خوشت پیر شوند فرزندای فیاضیدین چند فرزنداشون هم نکوش خوشت پیر شوند آرزوهاشون برسن خدا خالا 81 منه 101 بدریم همه مون اشتراک کنین همه چی خیلی که هستن همه خیلی واجک باشن همه خیلی شستری
نه اینا حسین گفت که کی گفتی جامعه گفتگیش بله تو چوکا گشتی گفتن همه پرسان سلامتی اویتیمون باز گیره هم باز باشه برش مهم هر چیز نیاز کنه اکن کیاله خودش دوسته که گفت در پرسی مایده خیلی بر همین گفت بود نه مولم چی بگه گویی میانگه مامون که شما چیم نه آیا کنم همین فرستادش نیوارا ایوارا چیوارا ولی ما همین مردم آدم کنم خودران دیم مفتن کی سه تا ایوارا دیگه اونم جامعه میبرن تا اون همین ما سیستم داتا تو جامعه دا کن کوی پیرو چیزا سوی سلامتی و اونم کینشا همین رحمان دیگه من بیننده های عزیز الکی همراه شما پدرود میگویم خداحافظی میکنیم. امروز در این خاندان زیبا مطلوبانه رو در جشن زادروزشان تبریک کردیم. البته مانند هر روز و هر وقت با شمایان به هم دیدیم. خود را احتیاط کنید، در کدام جانب دنیا که باشد خود را احتیاط کنید، در پناه خدا باشد و مانند امروزه پیران سالان پیر شود و دم پیری به دولت پیری را دیدن نصیب کند. میگویم با ما باشد، با شبکه شهنان ما با شماییم.